درود به همه. چقدر در مورد سیارمون میدونیم؟ در مورد مکانهاش، در مورد فرهنگهاش، در مورد مردمهای مختلفش. در قرن 21 به نظر میرسه که ما همه چیز رو در مورد سیارمون میدونیم، ولی این درست نیست. جالبه بدونید شناختی که ما از کهکشان و کیهان داریم بیشتر از شناختمون در مورد زمینه. یکی از اون ناشناخته ها جزیره سنتینل شمالی و مردم اونه. سنتینلی ها قبیله ناشناخته در جزیره کوچیک و دورافتاده سنتینل شمالی در غرب جزایر آندامان و نیکوباره که تخمین زده میشه این مردم نزدیک به 60,000 سال در اینجا زندگی میکنن. جزیره سنتینل شمالی جزیره‌ای از مجمع جزایر آندامان و نیکوبار در خلیج بنگاله. سنتینل شمالی در قسمت غربی و بخش جنوبی جزیره آندامان قرار داره. این جزیره کوچیک با آبسنگ‌های مرجانی احاطه شده و فاقد بندره. این سرزمین سکونتگاه سنتینلی هاست، گروهی از بومیان که در انزوای کامل هستند و اغلب با توسل به زور از انزوای محافظت شده خودشون در برابر دنیای خارج دفاع کردند. قانون حمایت از قبایل بومی جزایر آندامان و نیکوبار در سال 1956 سفر به جزیره و هر گونه نزدیکتر شدن بیشتر از 9.5 کیلومتر رو ممنوع کرد تا از ابتلای جامعه جزیره به بیماری‌های خارجی جلوگیری کنه. این منطقه توسط نیروی دریایی هند تحت نظارت قرار داره. از سال 1947 هندوستان این جزیره را به عنوان بخشی از قلمرو واحد جزایر آندامان و نیکوبار اداره میکنه. ولی از اونجایی که هیچ گونه قراردادی با مردم این جزیره بسته نشده و هیچ تصرفی که موجب اون مردم این جزیره تحت حاکمیت قرار گیرن وجود نداره، برای همین در عمل این جزیره منطقه خودمختار متعلق به هندوستانه. دولت آندامان و نیکوبار در سال 2005 اعلام کرد که به هیچ وجه قصد مداخله در نحوه زندگی و محل سکونت سنتینلی ها رو نداره و علاقه‌مند به پیگیری و برقراری ارتباط بیشتر با اونها نیست. زبان اونها کاملا متفاوت با زبانهای دیگر در جزایر آندامانه که نشون میده که اونها برای هزاران سال قبایل منزوی از بقیه مردمان اون ناحیه بودن. برای همین مردم جزیره سنتینل شمالی به عنوان منزوی ترین مردمان جهان شناخته میشن. قبل از زمین لرزه 2004 جزیره سنتینل شمالی مساحتی حدود 72 کیلومتر مربع و محیطی تقریبا مربع شکل داشت. زمین لرزه سال 2004 صفحه زمین ساختی زیر جزیره رو کج کرد و باعث بالا اومدن 1 تا 2 متری جزیره شد. وسعت زیادی از تپه‌های مرجانی اطراف جزیره بیرون اومدن و به زمین‌های خشک تبدیل شدند که باعث گسترش مرزهای قسمت‌های شرقی و جنوبی تا 1 کیلومتری شد. به غیر از ساحل باریک اصلی و تپه‌های دریای بیرون اومده از آب، بقیه مناطق جزیره به طور کامل پوشیده از جنگله. در مورد جمعیتش اینو بهتون بگم که تا حالا هیچ گونه سرشماری رسمی در جزیره سنتینل شمالی صورت نگرفته، ولی تخمین زده میشه جزیره جمعیتی بین 15 تا 500 نفر داشته باشه، ولی بیشتر تخمین‌ها بین 50 تا 200 نفره. زبان مردمان این جزیره به دلیل انزوای کامل اونها تقریبا چیزی در موردش مشخص نیست و برای همین این زبان تا حالا طبقه بندی نشده. اولین اکتشافات مهم برمیگرده به انگلیسی ها. اولین مشاهده ثبت شده از جزیره سنتینل شمالی توسط نقشه‌بردار بریتانیایی جان ریچ در سال 1771 صورت گرفت. اون وقتی که داشت با کشتی از کنار جزیره رد میشد نورهای زیادی رو دید. بعداً هم فردی به نام هامفرای در مارس 1867 به این جزیره سفر کرد. در همون سال یک کشتی تجاری هندی به نام نینوا بر روی یک تپه مرجانی نزدیک جزیره غرق شد. 106 مسافر و خدمه نجات یافته وقتی که به ساحل رسیدن با حمله سنتینلی ها مواجه شدند، ولی اونا بالاخره توسط بخش نجات نیروی دریایی پادشاهی بریتانیا پیدا شدند. بعداً سفری به رهبری موریس ویدال پورتمن، یک مدیر دولتی که امیدوار بود مطالعاتی در مورد بومی‌ها و سنت‌های اونها داشته باشه، در ژانویه 1800 با ورود موفق به خشکی به انجام رسید. اونا تعدادی مسیر و چند روستای متروکه پیدا کردند. بعد از چند روز اونها 6 سنتینلی پیدا کردند، یک زوج سالخورده و 4 کودک. اونا رو با خودشون بردن، ولی اونا بیمار شدن و پیرمرد و همسر جونشون از دست دادن. برای همین 4 کودک به خونه خودشون برگردونده شدن. دومین ورود پورتمن به این جزیره در 27 اوت 1883 بعد از فوران کوه کراکاتوا انجام شد. این فوران با شلیک اشتباه گرفته شد و به عنوان سیگنال خطر از یک کشتی تفسیر شد. برای همین یک گروه جستجوگر در جزیره وارد خشکی شدند. پورتمن چند بار دیگه در سالهای 1885 و 1887 از این جزیره بازدید کرد.
گروه‌های اکتشافی هندی با دستور برقراری روابط دوستانه با سنتینلی‌ها از سال 1967 هر چند سال یک بار ورودهای کوتاه‌مدتی رو به این جزیره داشته. در سال 1975 لئوپولد سوم پادشاه بلژیک در یک تور در آندامان توسط بازرگان محلی به صورت شبانه به آب‌های جزایر سنتینل شمالی وارد شد. در سال 1986 یک زندانی فراری بریتانیایی از جزایر آندامان به طور تصادفی سر از سواحل جزایر سنتینل شمالی درآورد. چند روز بعد گروه تجسس جسد اون رو در ساحل پیدا کردند که با خنجرهایی در گلویش کشته شده بود. اولین ارتباط صلح‌آمیز با سنتینلی‌ها توسط یکی از مدیران مرکز مطالعات انسانشناسی هندوستان و همکار وی در ژانویه 1991 صورت گرفت. ولی بالاخره بازدید هندی‌ها از جزایر در سال 1997 متوقف شد. سنتینلی‌ها از زمین‌لرزه سال 2004 اقیانوس هند و اثرات جانبی اون از جمله سونامی جون سالم به در بردن. 3 روز بعد از حادثه یک هلیکوپتر دولتی هندوستان چند نفر از اونها رو مشاهده کرد که پیکان و سنگ به سمت هلیکوپتر پرتاب می‌کردند. همچنین این سونامی باعث از بین رفتن محل‌های ماهیگیری سنتینلی‌ها شد که ظاهراً اونها با این موضوع کنار اومده بودند. در ژانویه 2006 دو ماهیگیر که قایق اونها به جزیره نزدیک شده بود توسط سنتینلی‌ها کشته شد. در نوامبر 2018 ساکنین جزیره یک جهانگرد آمریکایی رو هنگام پا گذاشتن بر خاک جزیره کشتند. حالا با توجه به چیزهایی که در مورد جزیره و جغرافیا و در مورد مردمش گفتم، آیا دوست دارید به این جزیره سفر کنید؟ حتما داخل کامنت ها بگید. به پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی دیگر، بدرود.